بریدن شو چی افتنی؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، الحمدلله که امروز در ماه خرسندیه که چنان که میدیده برادر ما مسلم جان که پیش یعنی با نظاره میگشت، یعنی با اچکی میگشت، الحمدلله که این حال یعنی اپراسیون کردن. الحمدلله همه اوس پیش نچخری که میبینی اچکی در چشمش نیست، با خاطر آنه که الحمدلله خرسنده که اپراسیون کرد همه اوس پیش، همه 100% همش به فضل کرم الله و با دعای پدر مادر و با دعای برادران الحمدلله که اپراسیون اوس پیش نگذاشت، همه 100% نوشم اورونه. و خواستم که به خاطر الله با توش تا مثال الحمدلله خرسنده های خواستم که 5 تا اپیدیوم پسته پدرکه کنیم برای کسانی که انشاءالله که یگون کمیتری خوب مینویسن از همین ویدیو کمیتری هاش یعنی انتخاب میکنیم. چخیلی که قرآن گرفته بودیم توفه کردیم بارون برادر، اما متاسفانه همون برادر ناومد، علاقه نبرومد. یعنی اون برادر که قرآن بریده بود، اون برادر میتونه که انشاءالله علاقه بروی ام قرآن برای شما یعنی ما توفه بکنیم. و کسی که انشاءالله کمیتری خوب مینویسه همینا را توفه میکنیم برای همونا. و اینا دماد اپرادج هستن، یعنی من خودم رفتگی ترکیه همینا را آوردگیم و این گونه‌هاش یعنی چند نمود اصلا دارو برای پروستاتیت با خاطر الله رفتیم آوردیم. در این بالا میو بگیم پرسیس که هیچی نمیمونیم. نقشون 400 روبل اکسیا رفته است. فقط میتونین که انشالله زنگ بزنین، رقم هایی که در روی اکران میبینین میتونین که زنگ بزنین و سیلک اینستاگرام در ته میمونه، میتونین که در اونجا رم بنویسین. و همچنین یعنی سمیوان دمو اسکیت رفته است، یعنی 500 روبل میتونین که زنگ بزنین و بنویسین انشالله در اینستاگرام. و همچنین یعنی چند نمود دارو هسته برای کسانی که پای مردانگی یعنی سسته و جهت هم خوبگی سسته با همراه همسراشون میتونه که در رقم ها زنگ بزنین و این هسته. و چند نمود دارو هست الحمدلله، دارو ویتامین و فرمولا 14 برای کسانی که یعنی کرونا ویروس گرفتگی تلخه و جگر و دیگه بیماری دارن. فرمولا 14 یکی از بهترین دارو هسته. و همچنین دارو هسته یعنی دارو یکی بابا جان برای پروستاتیت و برای گیمروی و هم برای هم زنونش هسته هم مردانه ات پروستاتیت ای گیمروی میتونین که انشاءالله که زنگ بزنین. و همچنین دارو هستن برای ژلوتکا، برای بگیم ایمونیتت، برای استخوان، برای فربشیدن و برای خراب شدن و برای ایمونیتت بقوت کردن، برای اپیتیت هوی کردن، ریب نژیر. و همچنین یعنی الحیات برای هم وزن گرفتن، هم ایمونیتت بقوت کردن، هم ویتامین بقوت ویتامین برای فربشیدن بومباکس. و همچنین شامپون ها هستن از 4 ویتامین برای کودک‌ها. میتونی که همین چیزها را انشالله که استفاده برین، یعنی بهترین چیزه که برای کودک یگان زرجان یگان چی نمیته. و همچنین شامپون های کلان هستن برای هم زنها هم مردها، یعنی برای موی ریختن زنها، یعنی چیست 4 ویتامین تیار کرده هستن. و همچنین هستن شامپون های واتیکا چیست دبی اسکینو، میتونی که انشالله که زنگ بزنین برادرای ما در خدمت هستن. همه چیزی خوبی بهترین یعنی یکی از بهترین توبتی حینه های. هر انسانی که یگان جاش که بیمار روی میشه میتونه که در همونجا حینه ببنده، انشاءالله که شفا میوه. شفا ای جانب الله های و هر یک چیز سبب میشه. چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه لكل مرض فيه دواء ولكل دواء فيه شفاء. در هر یک بیماری یک دوایی هست و در هر یک دوا یک شفا هست از جانب الله. و همچنین الحمدلله ریب نژیر یعنی برای انسانایی که زیبایی میخوان، برای انسانایی که پوستشون تغییر میوه و برای انسانایی که مثال الرژی دارن ناخوناشون و دیگر چیزها میتونه که انشاءالله زنگ بزنین. و همچنین قرآن ها در ما وجود داره الحمدلله، قرآن مایده، سریجنی کلان و پدرشنی قرآن و چند نمود قرآن های زبان تاجیکی، روسی، ازبکی و قرآن های کلان هستن که برای کسانی که زرینشون سسته. و دارو هسته برای این نروی برای نروی افکت خوب میده، بینی حیات اسپکایت میکنه، افکتش بینی حیات خوبه. خب افراماکس کدامی که نمیدونه این دارو برای آدمایی که مثلا کودکدار نمیشن مدت زیاد تو خانه دار مثلا اوله دارن نه کودکدار نمیشن، مو فایزی مردونگی فایزی سپرم میگیم بچه مثلا هوای پسته
این برای هوایی میتونه که دمو هست میتونه که زم بزنین چشمتون الکو. همچنین ویتامین ها هستن برای کودک ها و برای کلانسالا. میتونین که انشالله که زنگ بزنین و در اپلیکیشن بسیار ضرور انشالله که حرکت میکنیم بنویسیم که به چه چیزها را فایده دارن. فقط همیشه دعاگو باشین که خداوند جمله مسلمانانی که بیمار هستن الله اونها را شفا بده. بسیاری برادرها بر دستوری که موندیم برای برآوردن، یعنی میزارالکس هست این خیلی، یعنی در هر جایی که مثال ریش نمیبراره یا اینکه موی سر نمیبراره در همون جا یعنی میشه که یک بار بعد مینکسیدیل میشه که از بالاش یعنی الحمدلله میبره. همچنین هستی دلین نمیبرده برای کسانی که ریشون مثال هرس میبره کجله میبره برای همونها فایده خوب دارن. بعد برادرها کسی که میپرسن مثلا مصدر قیصرین این برادرها مصدر قیصرین دمو اومدگی میتونن که زکات کنین. الحمدلله نبوده همین چیز دمو اومد. اینا بعد پراشوکش هم هست. پراشوکش هم هست چیست ناتورال نیان یعنی بیس لیش نیخ دبا وقت بیس اگون چی همش الحمدلله ما یعنی ما حرکت میکنیم که کچستیم پرودکت را بگیریم، یعنی گب در نرخش نیم گب در اینکه کچستیم باشه همون چیز افکتیو نی باشه برای همون انسان هایی که بیمار هستن. و مومیو قطعی 4 نتمین این 4 نتمین مومیو با هسته مومیو این 4 نتمین خوش که یعنی چند همون چیزاش هست الحمدلله. کسی که مومیو را نمیدونه برادر برای چیه مومیو؟ برای اون است که کدام آدمایی که مثلا شکستگی هم پاشون برآمد اگر مثلا این مسائلی که در همین روسیه ما مهاجر مثلا این واقعا بسیار میشه کسی که پاشون میبروید یا که اگه اونجاش میبروید دستشون مومیو برای هوایی برای شکستگی و برای برآمدگی ای 4 نتیمین بغیر از مرگ به همه در دوای پیغمبر معظم محمد صلی الله علیه و سلم دیگه. خب و اینچنین داروی بهترین برای انسانایی که قطعدار هستند. تلبینه برای زفترک برای انسانایی که میخوان که وزن نگیرن یعنی یکی از بهترین سحور یعنی زفتر کردن. میتونه که انشاءالله که زنگ بزنه. تلبینه چند نمودش هسته در بابای تلبینه در اپلیکیشن انشاءالله که میمونم میتونه که بدروین به حضور بخونین سر و سیمان راشیده. و 4 نتمین چون گفته بودیم توضیحش در ما خود مناسب یعنی خلاد نیاجم هسته. و همچنین چودیس نمیاد میگن تصفیه هستن که مثال بچند که ذکر بشه بگوی بوی خوب میبره و چودیس نمیاد و چکا پالچکی سکرت پوستین سیلا воин مثلا یکی از بهترین مزه هستن برای انسانی که هم خوبکشون سستای. ریب نجیر برادرها ریب نجیر لمزخ مراکانسکی. خب این برای چیه؟ این برای اون است که اما آدمایی که مثلا دیلاشون سوس کار میکنن میشناسن مثلا چه فهمون شما که مثلا دیلاشون سلابی میشه و اینکدا برای هوای آدمو این همه چیز ندمو هست. قطعی روغنی ماهی دباف کردگی مثلا گیاهی نمی لمزخ مراکانسکی اینم بهترین یکی از بهترین چیه مثلا داروهای میتونه که زکات کنین دیلاتون رو مثلا با قوت میکنن ماشی میکنن. الحمدلله که یکی از بهترین دارو دمو هست اساسی ای وجنی. خب باقی در امان الله باشین. از دعای صالحتون فراموش مکنین. همه ما و شما نیاز به دعا داریم چنانکه بسیاری برادران ما و شما از دنیا گذشتن اونها محتاج دعا هستند و این حال الحمدلله که ما زنده هستیم در حق اونها دعا کنیم و هر اون کاری که خیری کردی اون بر میگرده در حق ما و شما و مخاطر در حق بیماران دعا کنیم که خدا اونها را شفا بده و در حق کسانی که از دنیا گذشتن در حق اونها دعا کنیم که چنانکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. هر وقت که فرزند آدم از دنیا میگذره تمام عملهاش بسته میشه بجز یعنی 3 عمل. یکی از اونها صدقه جاریه هستند، دوم از اونها یعنی فرزند صالحی که در حق او دعا بکنه و سوم از اونها او علم ينتفع به علمی که فایده میاره برای جامعه. علمی فایده یاره یعنی علمی نیست که در ضرر انسانیت باشه. و مخاطر ان شاء الله که ما و شما این روز فرصت داریم در حق جمله مسلمانانی که از دنیا گذشتن و حیا هستند در حق اونها دعا کنیم و در حق برادران ما و شما که در غریبی هستند در مسافرت هستند در حق اونها هم نیز دعا کنیم. باقی در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فی امان الله. چی افتانی؟
سلامتی خدا بیکنه. چقدر حبس رو داریم شده؟ زور برم طرفا زور برم. در افتی؟ خیلی درد چقدر نمیفته. خیلی سعی کردم. در بیرون. چند یه ساعت 20 minut در میکنم با تو. چند تا؟ خطر جنده. از روشن نشی در مقصد؟ به چی؟ نه مثلا که از مقدار چی میتونم. مقدار تومان دیگه چی میتونم که. شوی داشت میکنم. ازشون بدوز یا چی کورانی؟ چی دیگه دوام کنم یا؟ یا رامو گیرم. الحمدلله. بسم الله. از دو میبینم. خب یا؟ سلام عزیزینا. با پرس برادر مگذشت. ده خش داغ باشه.